3 تا راز و نکته طلایی مبارزه میخوام بهت بگم که هر رشته‌ای کار میکنی خیلی بهت کمک میکنه. 1. نسبت ضربه‌های دست به پا توی مبارزه باید 70% ضربه‌های دست باشه، 80% ضربه‌های دست باشه و 30 الی 20% ضربه‌های پا. چرا؟ ضربه‌های پا 2 تا 4 برابر ضربه‌های دست انرژی و نفستون رو میگیرن و دفاعشون هم آسان‌تره. پس هر 3-4 تا ضربه دستی که میزنیم باید یک ضربه پا بزنیم، اما اساسی و کاربردی. اینطوری هم دفاع سخت‌تره و هم انرژی و نفستون کمتر گرفته میشه که باعث میشه مبارزه با کیفیت‌تری داشته باشید. و اگر خواستید حالا ضربه‌های پا رو توی مبارزه بیشتر استفاده کنید، باید روی بدنسازی رزمیتون و استراتژی استفاده از ضربه‌های پا بیشتر کار بکنید. 2. زمانی